السلام علیکم اکای حاجی میرزا، التماس میکنم به سوال من جواب گردانید. یک شخص با من گفت که در دنیا خوش روی ترین یوسف است، پسر حضرت یعقوب. التماس میکنم سوال را پر فهمانید. او با ما گفت 99% خوشرویی را حضرت یوسف دارد و یک حصه او را در تمام بنده های مؤمن خداوند تقسیم کرده است. حق است. حضرت یوسف به نهایت زیبا بودند، به نهایت حسن و جمال داشتند. رسول اکرم گفتند من در آسمان چهارم با یوسف رو پرو شدم شب معراج. چنان زینت داشتند، چنان زینت داشتند. وقتی که در اصحابش این حکایت کرد که هیچ وصفی او را کردن ناممکن است. حتی در قرآن هم قصه یوسف میگذرد که زنهای مصر وقتی که یوسف دیدن در پیش خود همون سبزواتی داشتن برای ریزه کردن، حسن یوسف چنان به اونها غلبه کرد که دستهای خود بریدن و درکدار نشدند. دستهای خود خونشار کردن، درکدار نشدند، زیرا که حسن یوسف دیدگی آدم یعنی تماما از هوش میره. لیکن یکی از حدیث های پیغمبر خدا ده، یکی از صحابه ها میگوید روز من مهمان پیغمبر بودم. شب میگد 14 ماه بود میگد، یعنی شب 14 ماه چقدر روشن از زیبا هست. میگد من در پهلوی پیغمبر خدا نشسته بودم. پیغمبر میگد صحبت داشت، یعنی پیغمبر ما و شما. میگوید در همون خانه ای که نشسته بودیم نور پیغمبر خدا میگد همون خانه را فرا گرفته بود. همین صحابه پیغمبر میگوید قسم به خدا میگوید من گاه میگد مهتاب نگاه میکردم روشنیشه، گاه میگد چهره پیغمبر خدا را به خدا قسم که چهره پیغمبر میگه از مهتاب دیده روشنتر بود. یعنی پیغمبر ما و شما از مهتاب هم دیده روشنتر بودند. یعنی حسن رسول اکرم از حسن یوسف هم دیده بالاتر بودند. کسایی که میبرن مردم کار میفرمونن، فریب میکنن، حقشان هم میکنن. برادرای عزیز و گرامی، در همه جای یا در کجای باشین نباشین از خدا بترسید. ای خدا بترسید. به خدا قسم فکر نکنید که شما این مردم فریب کردین، حقشان خوردین. نه، شما این را فریب کردن نمیتونید. همین یک آهی دلی میکنه کو میگه خدای مهربان زهری تنه شوکو، یا میگه خدا نصیبت نکنه. سخن ای آدم مظلوم ای روی حدیث 7 آسمان هم میگه سوراخ میکنه میگذره. یگان پرده نیست. الله میگه راستا میگه سخن آدم میآید، دعای راستا میآید. وقتی دعای که رفت ای نزد خدای مهربان برای پشتیبانی این البته چاره دیده می شود. لیکن تو عذاب یا درد خدا را با خشم نداری، نداری. در دنیا هم همین از وقتش توجی که ما برادرای یک گفت داشتن میگفتن که درخت از آب و انسان ای دعا. اکه وقتی از دعا سبزم که شوی با ای دعا از دعا با برادرت بدبخت هم میشه. این مردمی که در اینجا میآیند یا ای روی مستی نمیان کافی. اینجا آمدن برادرها یا ضرورت پیدا شدگی ای. اینا خیلی مشکلات بالاشون آمد. بسیاری همینا را من زمانی در مسجد بودم به نام خدا بیاد دارم صدها آدم در بلیت خریدگی خودم خریدم گفتم برم قرض نه ما بگی برم قرض خطی میخیستن می آمدن مقصد در همین جا کار کنم با قرض. بسیارش با ای بانکا قرض میگرفتن. تصور که برادری عزیز و گرامی و همین رحمت در کجای انصافت در کجای او پیغمبر نازنین میگه من لا یرحم لا یرحم، من لم یرحم الناس لا یرحمه الله.
پیامبر میگه کسی اگر با مردم رحم نکنه الله با او رحم نمیکنه. الله با او رحم نمیکنه. الله رحم نکرد ای برادر تیکه تیکه میشه با خدا قسم، پاره پاره میشه. و تو چی چند که زوری نمیاد اندک اگر میکروب میگیرد در این معده سرت بپره یک عمر حرف کردن کچوده دیوانه میگرد. هیچی نیستی. الله ظلم بسیار بد میبینه. بسیار الله مهربان ظلم بد میبینه. این ظلمه. فریب نکنید برادر عزیز. فکر نکنید که او شما که مقصد آشی بدنتان بشه. نه، هیچ وقت. زین لحاظ در نسبت حق یکدیگر بسیار احتیاط کنید. برادر از احتیاط کنید. میلش تو پسوید نکی حق تا بگیر. حق تا همو است که برادر عزیز این اینجا در من 100,000 مقصد من مصلحت کردگی و 100,000 مصلحت چی دای؟ دادر جان این همی 80,000ش حق شما، این همی 20,000ش برای که من کارتون یافتم این من میگیرم. گپ حق شو بگم مردکو بگن اکا 100 جان خدا ما همی کارو به گردن میگیریم بگی هم 20,000 از خودت آشی بدن یکی 80 بعد 100,000 بگیری بیای و با در اینجا 4 زانو بزنی و رو تا سفید و سیاه کنی و ما همه بازی برادران یک 70,000 60,000 بگویید کسی زیاد چند نشانتی و همش حرامه و حرامه برادران. رای درستش هست. آخی خدا عرق تا حرام گفته این روی ساکای نازنیش حلال گفته. آخی خدا پرسنت حرام گفته یکی مزاربه را حلال گفته. او همین هم رای حلال داره. حق شبوگو حلال دروغ گفتی حرام. اتو وقتی حرام میخوری قرآن میگه که یا ایها الذین آمنو ای کسانی که ایمان دارید کلوا من الطیبات و اعملوا صالحا. الله را بین ای کسانی که ایمان دارید اول لقمت حلال که بعد مرا عبادت کن. اول لقمت حلال که بعد مرا عبادت کن. تو اگه سومی مردم در کیسه تو آرق زده سیر بگردی و با بیای در اینجا جمعه بخونی جمعه خاک میشوه. نه جمعه قبوله نه شنبه قبوله، هیچ کامش قبول نیست. برای همین برادرای عزیز این لقمه حلال بسیار نقش مهم داره. بسیار نقش مهم داره. برای همین یکدیگر را فریب نکنید. حق یکدیگر را نخورید. فکر میکنم حدیث را نبیارم. به خدا قسم چندین حدیث ها در ذهنم دارم. لیکن یک نکته بس است اگر شعور است ورنه چو چراغ کشی کور است. برای آدم با فهم یک اشارت بس است.